بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض وقت بخیر خدمت عزیزان، امروز یک موضوع مهم رو که در طب کودکان ما باش خیلی برخورد میکنیم برای شما میشکافیم که کمکی بکنه در جهت درمان صحیح بیماری هایی که ما به اشتباه کارهای غلط میکنیم. امروز موضوع مورد بحث ما خروسک هستش. شایع ترین سندرم انسداد عفونی مجاری هوایی فوقانی خروسک یا لارنگ تراک و برونشیت عفونی حاد استش. علت خروسک اغلب ویروسیه. ویروس های پارا انفلوانزای تیپ 1 و 2 شایع ترین عوامل به شمار میرن. حالا تظاهرات بالینی اینا چیه؟ حمله معمول خروسک در کودکان 6 ماهه تا 3 سال رخ میده با نشانه های عفونت مجاری هوایی فوقانی یا مثل سرماخوردگی معمولی آغاز میشه و کمتر از 5 روز به انتها میرسه. علائمش سرفه های بلند و گوشخراش، معمولاً به صورت صدایی شبیه او کردن حیوانات، استریدور دمی، دیسترس تنفسی یا مشکل تنفسی ممکنه با آهستگی یا به صورت تند ایجاد بشه. علائم انسداد مجاری صفراوی فوقانی از قبیل تنفس سخت یا پایین رفتن قابل ملاحظه فوق جناحی بین دنده ها و زیر دنده ها وجود خواهند داشت. ممکنه مجاری هوایی تحتانی هم همراه با ویز و سرفه خلطدار مشاهده بشه. اگرچه عمده چنین کودکانی چنان بدحال نیستن، اما ممکنه انسداد مجاری هوایی شدت پیدا کنه و ضرورت کار گذاشتن اولیه تبادل هوایی مصنوعی رو ایجاب بکنه و فضای سابکلوتیک محل اصلی انسداد به شمار میره. در عکس رادیوگرافی یک علامت برج شاید که خودتون نشون میده. درمانش تجویز اپینفرین راسمیک یا استنشاقی ادم رو به صورت موقت کاهش میده، موجب بهبود قابل ملاحظه بالینی میشه، اما ادم و انسداد به صورت باز میگرده، چند روز ادامه پیدا میکنه. ممکنه تکرار 20 دقیقه یک بار درمان استنشاقی اپینفرین نیاز باشه. در طی دم دوباره فضای سابگلوتیک روی هم قرار میگیره و انسداد را تشدید میکنه. کودکان باید تا حد ممکن آرام باشن تا تراش‌های تنفسیشون کاهش پیدا کنه. بهترین روش آرام کردن کودکان مبتلا به خروسک اونی که در آغوش والدین باشن. مصرف آرام بخش‌ها باید با احتیاط و تنها در هنگام بستری شدن صورت بگیره. تجویز بخور خنک با چادر یا ماسک‌های مخصوص از خشک شدن ترشحات اطراف حنجره پیشگیری میکنه. کودکان مبتلا به خروسکی شدید که نیاز به بستری شدن دارن، اینا باید به دقت تحت پایش قرار بگیرن. برطرف شدن هر شاید که نشانها ممکنه نشانگر اون باشه که بیمار در حال بهبودی است یا کودک خسته شده
و در نارسایی تنفسی قرار داره. از جایی که اپینفرین استنشاقی داره طول مدت کوتاهی هسته، اغلب اینهایی که صاحب نظر هستن عقیده دارن که چنین درمانی باید حتی با وجود برطرف شدن کامل علائم انسدادی با درمان استنشاقی اولیه نیز بستری بشه. آیا برای چند ساعت باید تحت نظر باشه؟ بله، باید چند ساعت تحت نظر باشه. کورتون سیستمیک در درمان خروسک سودمند هست، اما معمولا برای بیماران شدیداً بدحال در نظر میگیره. کورتیکوستئوید استنشاقی دارای فعالیت موضعی نیز مفید هستش، چنانچه بیمار بعد از سن و سال پایینی برخوردار باشه، زیر 4 ماه یا نشانه هایی برای مدت بیش از 1 هفته بیماری ادامه پیدا کنه، باید لارنگوسکوپی در بیمار انجام بشه یا احتمال وجود ضایعات دیگه مثل تنگی سابگلوتیک یا همانجیوم افزایش میکنه. در صورتی که حال بیمار به طور ناگهانی رو به وخامت بذاره، مثل تب، دیسترس تنفسی یا بالا رفتن گلبول سفید، احتمال وجود تراکیت باکتریال وجود داره که این خودش وضعیت وخیم و بالقوه مرگباریه. برخی کودکان دارای حملات حاد از نشانه‌های شبه خروسک بدون بروز شواهدی از یک عفونت ویروسی دارن. ممکن است این حملات شدید باشه، اما معمولا مدت کوتاهی طول میکشه. تا به حال این شکل از خروسک اسپاسمودیک به خوبی شناخته نشده، اما ممکنه مکانیزم‌های آلرژیک رو در برخی بیماران در بر بگیره. این اختلال تمایل به عود داره، به درمان‌های ساده نظیر تماس با هوای خنک و مرطوب پاسخ نسبی میده. از لطف شما به صحبت‌ها و اشارات مهمی که در باب خروسک کردم متشکرم. تندرست